پارت سوم فری فایر. پارت اول و پارت دوم رو اگه ندیدی برو ببین، پارت بدی نیستن. تو پارت دوم بخش نتونستم یه دست باتون کاستوم برم، این دست باتون کاستوم و آموزش شدن پرایم یک و توضیح در مورد پرایم اینا رو بهتون میگم. خب اول یه دست پرایم با هم یه دست کاستوم با هم بریم، بعدش دیگه بریم توضیحات پرایم رو بهتون بگم و آموزش شدن پرایم یک. الان که من خودم یک هستم پرایم یک این کاستوم رو باید بریم و بریم سراغ پرایم. ببینیم 2-1 هم هست. دنس خنده میزنه بچه. ببخشید اگه دستم من میاد رو تصویر. این چیکار میکنه شماره 2. به یکم هست اصلا اگه دستم من صفحه برم که تکونش بدم دستم تو صفحه. منو ساب کنید برسم 100 تا فالوور و پیجم رو که همونطور بهتون گفتم تازه زدم. اگه سابم کنی ازتون ممنون میشم. سریع 2-1 هم ویدیو ها هم طولانی شده، خیلی هاتون نگاه نمی کنید و نمیتونم ویدیوهای کوتاه بذارم. یا کوتاه واسهتون بذارم در مورد فری فایر، ماینکرافت و جای دیگه هم اگه میشناسید بهم بگید.
هنگ میکنه بچه. و چیزای جدیدی هم با هم ندیدیم. بریم آموزش پرایم رو هم بهتون بگم چطوری بشین با توضیحات. خب این که مشاهده میکنید اونایی که جیم زدن حدود 100 تا 999 تا هم جیم بزنی همون پرایم یکی. اگه 1000 تا جیم بزنی میرسی به پرایم 2. میرسی به پرایم 2. اگه هم بخوای برسی به پرایم 3 باید 3000 تا جیم بزنی. پرایم 3 اینا رو بهت میده. اینا رو بهت میده. یه دونه همون دیوار که پرایم 1 آورده این هم واسه تون باز میکنی. تو وقتی که هم برید صفحه اکانتتون واسه اونجا گوشه واسه تون مینویسه پرایم 3 برسی پرایم 4 همچین دنسی بهتون میده. دیگه دنسه رو بریم این بود پرایم 4 بدونم این دوتا هم بهت میده. این باید نمید واقعا هم بد نیست. پرایم 5 اینم پرایم 5 واسه میشه پرایم 6 اینو نمیدونم بچه فکر کنم این گوشه طلایی میشه بچه. این گوشه طلایی میشه نگاه طلایی شدن طلایی میشه. من پرایم 6 این پرایم و برسی به پرایم 7 پرایم 3 من واسه تون باز میشه که یه دونه ست و یه دونه اسکین اسلحه و یه دونه اسکین مشت تونی بگیرید. اسکین مشت 1500 جم میخواد. سته 4000 جم میخواد و اسکین اسلحه 1000 جم. پرایم 7 هم یه دونه از این بازم بهتون میگه ولی این فرق میکنه این یکم خوشگل تره با اونم که همونطوری. اگه برسید به پرایم 8 که یعنی باید 200,000 تا جم بزنید تا برسید به پرایم 8 صفحتون اینطوری میکنه. تو اونجا هم واسه تون یه دونه از اینا میاره میتونی بزنید تو اونجا واسه تون میاره اینجا واسه تون میاره که اینجا واسه تون میاره پرایم 8 رو توی چیز برید توی بخش اکانتتون اینجا واسه تون میارم پروفایل اکانت. خب حالا چطوری بشیم پرایم 1 که بهتون گفتم بچه یه دسته واسه پرایم 3 3000 تا جم. پرایم 4 10,000 تا جم 10,000 تا جم. پرایم 5 30,000 تا جم میخواد بزنید. پرایم 6 هم 60,000 تا جم میخواد. پرایم 7 هم 120,000 تا و پرایم 8 هم که آخریشه که بهتون گفتم 200,000 تا. خب برای اینکه بشید پرایم 1 باید 110 تا جم بزنید تا اینکه پرایم 1 بشی همون 100 تا جم. خب 110 تا جم حالا چطوری رایگان بگیریم و پرایم 1 بشید. توی روبیکا اگه سرچ کنید
فری فایر دو تا کانال واسه تون میاره، بزنید روشون. و نمیدونم بچه ها، دقیق نمیدونم، یادم نیست از کجا 110 تا من دریافت کردم از اینجا. میرید تون بخش کانال روبیکا، واسه تون گفته اگه در میلی گولد ثبت نام کنید بهتون 110 تا جم میده. برید تو میلی گولد با کد اونا ثبت نام کنید و اسکرین شاتش رو بفرستید واسش، 110 تا جم بهتون میده. خب این بود از پارت سوممون. پارت چهارممون که آخرین پارت فری فایرمون هست و میخوام ویدیوهای ماینکرافتم رو کوتاه واسهتون بذارم، یعنی ویدیوهای کوتاه واسهتون بذارم در مورد ماینکرافت، آموزش های کوتاه واسهتون بذارم. حتما لایک کنید، منم ساب کنید. یه چیزی دیگه هم در مورد این پرایم ها بود که وقتی وارد این بخش میشید بچه ها ببخشید اگه یه لحظه ویدیو رو کات کردم. من که بهتون گفتم وقتی وارد اینجا بشید این صفحه رو واسهتون میاره که وقتی بزنید رو این میاد همچین بخشی. الان من 2910 تا دارم و کم هستم. با هم میبینید اگه اینجا رو بزنید بهتون میگه 1000 تا اینا رو بهتون میگه، خودتون میدونید دیگه، لازم نیست بهتون میگم. 1000 تا میدونه دنس بهتون میگه، همچین دنسی بهتون میگه. خب وقتی برید پایین برید خب اینجا واسه تون این بخش آورد. پرایم 4 پرایم است. وقتی بزنید رو پرایم 4 و 5 و 6 7 و 8 واسه تون میاره که اگه برسید پرایم 4 و 5 و 6 سه تا جام بهتون میده، 100 تا همشون 100 تا بهتون میدن. پرایم یکم به من 20 تا داد، 20 تا کاپ داد. پرایم 2 هم 50 تا میده، پرایم 3 هم 100 تا دیگه، همون 100 تا پرایم 8. پرایم 8 اینم بهتون میده اگه برسید. بهتون میده خب این بوده از پارت فری فایر ما و بهتون گفتم چطوری 110 تا جیم رو دریافت کنید. برید سرچ کنید، حتما پیداش میکنید. ویدیوام رو دنبال کنید، منو سابسکرایب کنید. بچه گود بای. اینم از ویدیوی پارت 3 مون شد. پارت 4 هم به زودی واسه تون قرار میدم در کانال. گود بای.